با نام یاد خدا شروع میکنم جلسه ششم آموزش کندل شناسی رو با ترکیب کندل ها. خب ترکیب کندل ها، دو تا کندلی که اینجا آوردم، یکیش کندل نزولی و اینم سعودیه. ببینیم از ترکیب این دو تا کندل چطوری این کندله به دست میاد، یعنی یه چکشه دیگه. خب ببینید نحوه ترکیبشون چجوریه. گفته اینجا وقتی یک کندل نزولیه، اوپنش یعنی قیمت آغازینش اینجا شروع شده اومده اینجا بسته شده. خب و کمترین قیمتی که توی این دوتا کندل ما میبینیم اینجاست، یعنی پایین ترین قیمتی که تو اینا دیده اینجاست، پس میشه لوش. این اوپنش اینجا، این لوش یعنی کمترین قیمت. بالاترین قیمتی هم که دیده توی کندل دومی های یا همون اچ و بالاترین قیمت، و کلوزش یا همون قیمت پایانی تو کندل دومی اینجاست، یعنی از اینجا شروع شده اومده اینجا این کندله بسته شده. خب ما اینا رو با فلش میاریم. بالاترین قیمتی که اینجا دیده، قیمت پایانی، اوپن این کندل اولی و پایین ترین قیمت. خب الان میایم که یعنی بدنی کندلمون با اوپن و کلوزه، یعنی وقتی این کندل رو میخوایم اینجا بسازیم بایستی قیمت پایانی و قیمت آغازین یعنی اوپن و کلوز و بدنش میشه این. بعد این با بالاترین قیمت، بالاترین همان H یه شادو میکشیم و پایین ترین قیمت یعنی Lش رو با یه شاده بلند که اینجا یه چکش از ترکیب این دوتا کندل ایجاد میشه. و ما میفهمیم که اگه در روند مثلا سعودی باشیم، از ترکیب این دوتا کندل یه چکش به دست میاد، میفهمیم که مثلا روند چیکار میشه، به احتمال زیاد یا ادامه داره یا اینکه مثلا نزول میکنه. در ترکیب بعدی ببینید توی اولی یه کندل چیز دقیقا یک کندل نزولی و مثبت رو داشتیم، تو اینجا هم همینطور. منتها این کندل نزولیمون یه خورده مثلا بادیش بزرگتر از کندل بعدیه. ببین نتیجهش چی میشه. اینجا ببین بالاترین قیمتی که دیده این اینجاست، اوپنش اینجا میشه. پایین ترین قیمت یعنی کمترین قیمتی که دیده تو کندل دومی الش یا لوش و کلوزش اینجا این بسته شده که اومده باز دوباره یه چکش واسه ما ایجاد کرده. ترکیب بعدی این دوتا کندل، ببین یه الگوی پوشایی ما اینجا داریم، کندل اول سعودی و کندل دومی یه کندل پوشاست و مؤید مثلا نیزولیه. ولی ببینیم ترکیب اینا چی میشه. ما میایم اینجا اوپن این کندل اینجا بوده، هایش اینجا و کلوز این کندل از اینجا شروع شده اومده اینجا بسته شده و لوش اینجا. خب حالا اینا رو ما با فلش میاریم اینجا، یعنی از ترکیب این دوتا کندل این بدنش گفتیم اوپن و کلوزه، ما اینو رسمش میکنیم و شادوهاش هم این کمترین قیمت که دیده میاد اینجا و این شادو بزرگ هم میاد تو هایش که اینجا میبینیم یک شوتینگ استار واسه ما ایجاد کرده. توی ترکیب سه کندل سه سرباز سفید رو داریم که ببینیم اینا نتیجهش چی میشه. نتیجهش میشه یک لانگ بادی سعودی. چطوری؟ ببین اوپن کندل اول پایین ترین قیمت که دیده اینه، بالاترین قیمت های و کلوز این سه سرباز سفید سبز اینجاست. خب بعد نتیجهش میشه اوپن کلوز، یعنی اینجا بدنش میشه یه بدنه بلند و دوتا شادوهاش رو اینجا میدونیم لانگ بادی سعودی. که برعکس این هم سه کلاغ سیاهی که سه تا کندل نزولی داریم که دقیقا مثل اون. ببین اینجا بالاترین قیمتی که دیده، اوپنش اینجا، کلوز اینجا و پایین ترین قیمت که ما اینا رو با هم دیگه وصل میکنیم. اوپن کلوز میشه بدنه و اینا شادوهاش میکنیم که سه کلاغ سیاه شده
یک کندل پوشای نزولی. روی دو تا کندل بعدی ترکیب دو کندل الگوی ابر و سیاه رو داریم که یک کندل سعودی و یک کندل نزولی. ببین دقیقا اوپن این کندل اینجاست، پایین ترین قیمت که دیده، و بالاترین قیمت هایش اینجا، و کلوز این کندل دومی اینجا. ما گفتیم کلوز و اوپن و کلوز میشه بدنه کندلی که تشکیل میشه. این تشکیل شده، بعد شادو ها رو به های و لوش وصل میکنیم که دقیقا این دوتا کندل یک کندل شوتینگ استار و جزو گفتیم شوتینگ استار جزو الگوهای ادامه دهنده هستش. توی ترکیب دو کندل بعدی ببین یک کندل آرامی سعودی رو داریم و که یه کندل نزولی با کندل مثلا کوچیک تو دل همین نزولی است که اکثرا میگیم بازار تو این وضعیت در حالت نزول بوده که نحوه ترکیب کندل این دوتا اینجوریه. یعنی ما باز میاییم های کندل رو اینجا پیدا میکنیم، رسمش میکنیم، اوپن کندل اینجا کیلو چیز پایین ترین قیمتی که توی این دوتا کندل دیده اینجا، و کلوزش توی کندل دومی اینجا بسته شده. گفتیم اوپن و کلوز بدنه کندل جدید ما رو تشکیل میده و ما های و لوش رو از طریق شادو به همدیگه وصل میکنیم که یه چکشی واسه ما ایجاد کرده. جدای از رنگ چکش گفتیم چکش در روند سعودی اگه تشکیل بشه احتمال زیاد روند رو عوض میکنه، و اگر در روند نزولی یه چکشی توی نمودار ایجاد بشه روند رو قطعا عوض میکنه. توی این یکی شکل ببین ما دوتا کندل رو داریم که الگوی خطوط تفکیکی سعودیه. یعنی بعد از یک کندل نزولی یک کندل سعودی رو داریم که بازار در جهت افزایش قیمته. بعد ببین ترکیب این دوتا کندل چی میشه. ببین بالاترین قیمتی که اینجا دیده هایش اینه، بعد کلوزش اینجا بسته شده توی کندل دومی، قیمت اوپنش اینجاست یعنی کندل اول، و پایین‌ترین قیمتی که دیده لوش اینجاست. با فلش اینا رو میاریم این و بعد میایم گفتیم کلوز و اوپن و کلوز بدنه کندل جدید رو تشکیل میده و اون شادو بالا رو وصل میکنیم به هایش و شادو پایینی رو به لوش. اینجا یک کندل لانگ بادی با بدنه بزرگ واسه ما ایجاد کرده که جزء گفتیم اصلا میفهمیم که خطوط تفکیکی سعودی و با تشکیل این کندل میفهمیم که روند ادامه داره. توی شکل دیگه دو تا کندل رو داریم که خطوط پاتک افزایشی یعنی این الگو رو بهمون نشون میده. اینجا میایم مثلا بالاترین قیمتی که توی این دو کندل دیده قیمت بالاترینش اینجاست، اوپن اینجا و کلوز اینجا و پایین ترین قیمتش اینجاست. یعنی اینا رو بایستی رسم کنیم تا ما به یک کندلی برسیم که وقتی تو نمودار دو تا کندل ما ترکیب کردیم به چنین الگویی، یعنی به الگوی چکش. ببین اوپن رو گفتیم کلوز رو به هم دیگه وصل میکنیم، بدنه کندل رو تشکیل میده و های و لوش رو با شادو رسم میکنیم. وقتی ما مثلا توی نمودار به چنین الگویی رسیدیم یعنی چکش، میفهمیم که این روند توی انتهای یک روند مثلا سعودی یا نزولی قرار گرفت. بعدی ببین دو تا کندل ما انبورک یا موچین رو داریم. گفتیم انبورک زمانیه که دو تا شادوش با هم یکیه و قیمت اوپن دو تا کندل با هم یکی، اوپن و کلوزش. خب اینجا می‌بینیم که این انبورک اینجا شکل گرفته. حالا اینجا ببینید قیمت اوپنش و هایش یکیه، کلوز اینجا و پایین‌ترین قیمتی که دیده اینجاست. یعنی سه تا ما قیمت اینجا داریم چون های اوپنش یکیه. بعد اینجا یه کندل چکش رو واسه ما چیکار کرده؟ ایجاد کرده، مثل همون
پترن بعدی ببین یه ستاره صبحگاهی ما اینجا داریم، گفتیم یه دونه کندل نزولی شکل گرفته با یه و کندل بعد از این با یه گپی باز شده که این ورش هم دقیقا همین با این گپه توی کندل سومی و کندل دومی هم هست که اینجا الگوی ستاره صبحگاهی رو واسه ما ایجاد کرده. الان 3 تا کندل رو اینجا داریم، ببینیم چی میسازه، یعنی ترکیب این 3 تا کندل چی میشه که دقیقا میبینیم هایش اینجا، اوپنش اینجا، کلوز این و پایین ترین قیمتی که دیدی که دقیقا ترکیبش میشه یه دونه چپ پشت. تو بحث بعدی ما 4 تا کندل تقریبا، آره دیگه 5 تا کندل رو داریم. یک کندل نزولی پرقدرت که سگانه نزولی میگیم، اینا کندل های مثبت ایجاد شده، یعنی روند اومده دوباره به چیکار کرده، همون قیمتی که نزول کرده اونا رو پس گرفته و اومده بالا. حالا ببین بالاترین قیمتی که دیده اینجا، هایش اینجاست، اوپن، پایین ترین قیمت توی کندل پنجمی هست اینجا و کلوزش اینجا. گفتیم کلوز و اوپن رو به هم دیگه وصل میکنیم، بدنه کندلمون تشکیل میشه که در اینجا میبینیم یک کندل بلند نزولی تشکیل شده و میفهمیم که روند نزولیه. امیدوارم که از دیدن این آموزش ها نهایت لذت و استفاده را برده باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.